دوستان عزیز سلام، من متین هستم. اینجا فرموجین فایننس. برای اون دسته از دوستانی که ما رو نمیشناسن، ما هر هفته در فرموجین فایننس ویدیوهایی در رابطه با آموزش بازارهای مالی، اینکه چطوری بتونیم از این بازارها سود کسب بکنیم قرار میدم. ممنون میشم که لایک سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار بزنید که هر وقت ویدیویی منتشر میشه با خبر بشید و بیاین و از اون ویدیو استفاده بکنید. همونطور که گفتم توی این جلسه قراره که با هم دیگه بیایم و یه پلتفرم متفاوتی رو معرفی بکنم که دیگه نیاز نباشه برای بک تست گرفتن یا استفاده از امکانات بیشتر تریدینگ ویو برید و هزینه‌های هنگفتی رو بکنید و اکانت های پریمیوم تریدینگ ویو رو خریداری بکنید. پلتفرمی که قرار هست ما به جای تریدینگ ویو ازش استفاده بکنیم سایتی هست به نام gocharting.com که من لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم. سایت چه مزیتی داره؟ مزیتی که نسبت به تریدینگ ویو داره اینه که امکاناتی مثل بک تست گرفتن یا استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته برخلاف تریدینگ ویو داخل این سایت به صورت رایگان قرار داره و شما بدون حتی پرداخت یک ریال پول میتونید که از این امکانات استفاده بکنید. حالا من نحوه کار با این سایت رو بهتون معرفی میکنم برای اون دوستانی که نمیدونن که چجوری باید با این سایت کار بکنن. شما زمانی که وارد این سایت میشید با همچین صفحه مواجه میشید که برای اینکه شما بتونید از چارت های گو چارتینگ استفاده بکنید باید حتما داخلش لاگین کنید یا باید یه حساب کاربری داشته باشید و داخلش لاگین بکنید. زمانی که بخواسته باشین لاگین انجام دین اینجا دو تا گزینه براتون میاره. یکی اینکه میتونید با ایمیل وارد بشین یا بهترین راه اینه که با جیمیلتون وارد باشین یا با اپل آیدی. بهترین راه اینه که شما با جیمیل وارد بشین. من خودم هم با جیمیل وارد میشم. زمانی که شما با جیمیل وارد بشید در این قسمت سرچ بارش هر نمادی رو که میخواسته باشید سرچ بکنید و انتخاب بکنید براتون کامل تمام اطلاعات اون چارت رو میاره. خب زمانی که شما وارد اون جفت ارز مورد نظرتون بشید یه صفحه به این شکل میبینید که خیلی مشابه با تریدینگ ویو هست ولی یه سری امکانات خیلی پیشرفته تر داره اینجا که من یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اولین و بزرگترین مزیتی که این سایت داره همونطور که بهتون گفتم اینه که برای بک تست گرفتن و استفاده از ریپلی نیازی نیست که کانت پریمیوم داشته باشید. در تریدینگ ویو اگر که می‌خواستید از این ابزار ریپلی استفاده کنید اجازه نمیده به شما که زیر تایم یک روزه بیاید، ولی توی گو چارتینگ از این قسمت ریپلی که هست من به فرض مثال میرم و توی چارت 15 دقیقه میخوام شروع کنم و بک تست بگیرم برای خودم. فقط کافیه که روی دکمه ریپلی کلیک بکنم و این خط قرمز رو از هر جایی که دلم میخواد که به بعد کندل ها حذف بشه دوباره کلیک میکنم و کندل ها حذف میشه برای من. و از اینجا شما میتونید که سرعت حرکت کردن کندل ها رو مشخص بکنید. بر فرض مثال اینجا من گذاشتم که هر 10 ثانیه یک کندل حرکت بکنه و شما میتونید این رو کمترش کنید دیگه و هر چقدر که کمتر بکنید سرعت حرکت کندل ها بیشتر میشه که به این شکل میشه. حالا این چه مزیتی برای ما داره؟ این مزیتی که برای ما داره اینه که میایم و روی گذشته بازار تحلیل های خودمون رو انجام میدیم. بر فرض مثال من اگر انتظار دارم که قیمت بیاد به این اوردر بلاک یا بیس بخوره و بریزه، اگر من اینجا وارد معامله بشم بر فرض مثال انتظار دارم که تا اینجا بیاد آیا همچین اتفاقی میفته و یا نه. نکته بعدی که میخوام داخل این سایت بهتون بگم امکان استفاده از چارت های مختلف در این سایت هست. بهترین چارت رنکو هستش. شما بر فرض مثال میتونید داخل این سایت از چارت رنکو هم استفاده بکنید که داخل تریدینگ ویو میشه استفاده کرد ولی نمیتونیم که ما تنظیماتش رو عوض بکنیم و به مکانهای پایین تر بیاییم. این از این موضوع. خب حالا بریم و
قسمت های دیگه سایت رو بهتون معرفی بکنم. با این قسمت که علامت شبیه به اینستاگرام داره، شما اگر اینجا کلیک بکنید برای شما این تصویری که داشتید رو ذخیره میکنه و شما میتونید اینجا دانلود کنید یا حتی لینکش رو کپی بکنید و با دادن لینک به هر کسی که میخواستید یا هر جایی که میخواستید قرار بدید این تصویر برای شما بالا میاد. از اینجا هم که گزینه‌های مختلف داره که شما میتونید از طریق واتساپ یا تلگرام، توییتر و یا فیسبوک به اشتراک بذارید. موضوع بعدی که باعث شده خیلی این سایت نسبت به تریدیویو بهتر عمل بکنه این قضیه اکسل گرفتن داخل این سایت هست. موضوع بعدی این قسمت پایین اگر دقت بکنید یک گزینه داره به نام ترید. امکان دیگه که داخل گوگل چارتینگ هست ولی داخل تریدیویو پولی هست، اینی که شما بتونید چند تا چارت رو کنار هم دیگه همزمان با هم ببینید. یعنی چی؟ یعنی بر فرض مثال من میخوام که دو تا چارت مختلف رو همزمان با هم دیگه به این شکل ببینم یا به شکل‌های دیگه، یا حتی میتونیم چهار تا نمودار رو با هم دیگه همزمان روی یک صفحه داشته باشید که اینجور قابلیتی داخل تریدیویو پولی بود و نمیشد از این قابلیت استفاده کرد. مجددا اگر به این قسمت دقت بکنید اینجا یه چیز شبیه از این ابزارالات نقاشی میبینید. اگر کلیک بکنید از اینجا ما میتونیم که تمهای رو چارتینگ رو عوض بکنید. بر فرض مثال من روی لایت تم میذارم میبینید که برای من صفحه سفید شد. اگر روی دارک تم بذارم میبینید که تم من عوض شد و نشین شد. موضوع دیگه که شاید براتون یه خورده استفاده از این سایت رو سخت بکنه این قسمت هست که شما باید ابزارهایی که لازم دارید رو انتخاب بکنید. یعنی در حالت پیش‌فرض اینها قرار نداره برای شما. در حالت پیش‌فرض یعنی اینها برای شما قرار نداره و شما باید دستی از این قسمت دراوینگ تول که شبیه مداد هست ببین و خواسته باشین انتخاب کنید یکی و روی چارت استفاده بکنید. اگر که میخواسته باشید این کنار براتون بیاد کافیه که بر فرض مثال من خط رو لازم دارم روی این قلب کنارش بزنم. همونطور که میبینید اگر بیام من اینجا این خط رو دارم و نیاز نیست که هر دفعه مدام برم و از اینجا استفاده بکنم و پیدا بکنم. قابلیت بعدی که داره شما میتونید پترن ها هم از همینجا انتخاب بکنید و اضافه بکنید. حالا ابزارهای دیگه به هیچ. حالا اگر که میخواست شما اندیکاتوری رو به این چارت اضافه بکنید اینجا یه قسمت داره به نام استادی یا FX. اگر اینجا کلیک بکنید میتونید با نوشتن نام اندیکاتوری که میخواید و یا از اینجا میتونید که اندیکاتوری که میخواید رو انتخاب بکنید. بر فرض مثال من این اندیکاتور رو که انتخاب بکنم و نت هم یاری بکنه که اندیکاتور ما به چارت اضافه میشه. حالا توی این ویدیو صرفا اون قسمت هایی که خیلی مهم بودن رو توضیح دادم براتون، ولی قابلیت هایی که این سایت داره خیلی خیلی بیشتر از این حرف هست که من حتما توی ویدیوی تکمیلی کامل همه رو توضیح میدم بهتون که بتونید به بهترین شکل از این سایت استفاده بکنید. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. برای دوستان خودتون ارسال بکنید تا اونها هم بتونن از این مطالب به بهترین شکل استفاده بکنن. شاد و موفق و پیروز باشید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.